سلام علیکم هموطنان گرامی. امروز یک موضوع بسیار مهم در قسمت تثبیت هویتم رایتان شریک میکنم، چون ما امروز عملا رفتم به طور حضوری در محکمه، در البته در استکهلم، در محکمه حضوری، به خاطر از اینکه بتانیم هویت موکل خود به طور مندلیک فرهندلینگ، یعنی به طور شفاهی ثابت کنیم. در اوج اشتراک کردم. شما میبینین که حتی اشتراک خط خود برتان گذاشتیم، حتی اینجا هم عکس خود برتان گذاشتیم که شما میبینید. امروز رفتم اشتراک کردیم. دو چیزی که خیلی مهمه در جریان جلسه شفاهی دریافت کردم که 95% از افغان‌ها زمانی که اوورکلاگ یا اعتراض میکنن این موضوعات مد نظر نمیگیرن. به او خاطر ما خواستم این کسایی که توانایی وکیل دارن اونا توسط وکیل انجام میتن، و کسایی که توانایی وکیل گرفتن ندارن ولی اونا در این قسمت باید این جزئیات بدانن که جزئیات خیلی زیاد مهم است. زمانی که شما درخواست پناهنده، درخواست پاسپورتتان کردین و پاسپورتتان به اساس عدم تثبیت هویت رد شد، باز وقتی که اعتراض نشته میشه این موضوعات مد نظر گرفته شود، چون این هم و مخصوصا کسایی میتونن که بهتری را درک کنن که از اون کشور افغانستان بوده باشه و در اون مسلک کار کرده باشه، وکیل بوده باشه، قاضی و سارنمال یا هم در ثبت احوال نفوذ بوده باشه. میایم سر اصل موضوع که شما چی رقم میتونین که ما اسناد مهم خود برای تثبیت هویت افغانی خود استفاده کنیم. امروز موکلی که ما داشتم در جلسه قضایی او دو تا مشکل داشت که اکثریت مشکل دارن. او سن افغانی خدا، یعنی سنی که به تقویم هجری شمسی 1366 گفته بودن و بعد از او اداره مهاجرت میای ارزیابی میکنه و برای یک سن دیگه را تعیین میسازه، در حالی که این شخص هم تذکره داشت که ارائه کرده بود در جریان امی درخواست پناهندگی خود امو وقت، و در او تذکرهش سال و روزش هم مشخص بود. البته روزش مشخص نبود، ماه و سالش مشخص بوده. خب حالی که کدام سال اینا که از تقویم هجری شمسی به تقویم میلادی تغییر دادن اشتباه کرده بودن. اکثر میره یا گوگل ترنسلیت است یا در گوگل است یا یک چیز نو جور شده چت جی پی تی است پرت که فلانی چی میگه، ولی اصل فرموله را باید شما بفهمید که زمانی که شما همین تثبیت هویتتان انجام میتین، خصوصا در تاریخ تولد مشکلی که می باشه او رو باید ما و شما حل کنیم. چیزی را که امروز ما بر محکمه ثابت ساختم و محکمه دید واقعا بر از اونها هم جالب بود و بالاخره در مو جلسه قضایی یعنی احساس کردیم و دیدیم که واقعا قبلا تشریح نشده بود و این مشکل برای اکثریت افغان‌ها وجود داشت. ما برتان میم فرموله رو اینجا برتان عملی می نویسم، اگر قضایای شما بود شما هم میتونین از استفاده کنین. مثلا موکلی که ما داشتم سال تولد ازی در تذکره کاغذی خونشته میشه که به اساس رویت چهره ظاهریش 20 ساله 1366 یا 5 ساله 1366 یا به این شکل. موکل در تذکره سال تولدش نشته بود سال 1366 تولد شده. اداره مهاجرت آمده بود برای ازی 1987 تعیین کرده بودن که سال تولدتون 1987 است و ما و روزش شما هم تشخیص نکردین، در حالی که مایش هم وجود داشت و روزش هم شفاهی گفته بودن. پس اینا از کدام فرموله باید ما و شما استفاده کنیم؟ چون اینا به اساس جورجیس کلندر، یعنی مو کلندری که در اینجا مروج است، از او استفاده میکنن و میارن باز تاریخ تعیین میکنن، ولی چیزی که ما و شما داریم او فرمولر 621 است، چیزی که در افغانستان استفاده شده و این از حالی نبوده. مثلا از زمانی که ببینین، از زمانی که ما و شما تذکره ما چی هسته، از این آدم رئیس جمهور ازبق افغانستان سردار محمد داود خان در تذکره از این که سال 1382 صادر شده، حتی در اینجا سن و روز و ماه موجود نیست. در صفحه بعدی شما اگه برین روز و ماه موجود نیست، یعنی این یک بریست کلان، یک تخطی کلان در سیستم ثبت احوال نفوس افغانستان است. هر کسی که وکالت میکنه خصوصا از افغانا را، مخصوصا بر از این منابع اساسی و اساسات افغانستان باید توجه داشته باشه و ایران میتونه که من حیث سند استفاده کنه. وقتی که از اینا وجود نداره روز و ماهش از دیگرات چطور؟ خب ولی به هر صورت تاریخی که تعیین میشه به اساس فرمولر چیزی که بر شما نیاز است. مثلا اینا آمده بودن گفته بودن که من متولد سال 1366 هستم. اداره مهاجرت این را تشخیص داده بود که متولد 1988.
ایره 1988 تشخیص داده بودن، در حالی که او کلندری که اینا شما از طریق گوگل و یا از طریق چت جی پی تی و دیگر رو انجام میتین تمام معلومات بر از اون نمیتین. پس شما چی کنین؟ فرموله رو میگیرین. فرموله افغانستان چی است؟ 621. اگر میخواین که شما از تقویم هجری شمسی تقویم میلادی را تشخیص بدین که شما به اساس میلادی چند سال هستین، 621 باید به سن اصلیتان جمع کنین. پس 1 و 6 7، 2 و 6 8، 3 و 6 9، یکم چی میشه؟ 1987. اینا چند گرفته بودن؟ سال 1988. پس به این اساس این فرمولر استفاده نشده بود و فرمولر غلط استفاده شده. یعنی ایرا کسی تا هنوز بر از اینا توضیح نداده بود که امروز در جلسه علنی شفاهی ما ایرا توضیح دادیم و اونا هم واقعا سر خود شورا در تیخ با واقعیت و ما از تمام افغانا یاد کردیم. خداوند شاهد است و روزه به دهن دارم گفتیم که به هزارها پرونده افغان به خاطر عظیم مشکل شما گرفتین کلشان افسلاک دادین. و اگر میخواین که اینی 1987 یک کسی تاریخ تولدش اینا تشخیص میتن 1987 ایرا ما به هجری شمسی چگونه باید بفهمیم؟ این رقم از فرمولرش 1987 منفی 621. وقتی که منفی کنین از اف که 1 بره 6، از اش که 2 بره 6، از 9 که 6 بره 3 و ای هم یک خودش 1366. پس این تاریخ 1366 که اول گفته بودن و این تاریخ 1366 اردویش یکی است. پس به این معنی او کسایی که از افغانستان میان و سن خود ارائه میکنن که هستیم فرمولر 621 لطفاً کتیش ذکر کنین که به این اساس برتان به تقویم هجری شمسی تنها سالتان تغییر بده. اگر روز و ماهش تغییر میتین او باز متفاوت میشود. مثلا یک شخص متولد است در سال 1987 01 در اول جنوری. ایره چی رقم میفهمین که به هجری شمسی چگونه باید ای کانورت شوه قانونا؟ او را ما شمایی که میگیرین ایره باید 621 چی میکنین؟ منفی میسازین. وقتی که این منفی شد 6 6 3 1 یعنی 1366. اینا باز میاین که ماه اول جنوری چی است؟ اول جنوری میشه هو جدی، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی. ماه جدی میشه ماه دهم. خب تاریخ اول معمولا از هجری شمسی که به تقویم میلادی تبدیل میشه 10 روز تفاوت داره، 10 روز تا 11 روز. پس اینجا چی میشه؟ 11. اگر پیش ما نه چت جی پی تی باشه نه پیش ما گوگل باشه، اصل اساس فرمولر تثبیت هویت افغانستان استفاده کنین، اصلی ترین سنتان میکشین که در این قسمت اکثریت افغانا را پرونده شانه که میبینم اینجا از اداره مهاجرت هم اشتباه صورت گرفته. از شخصی که ارائه کرده او به این قسمت دقیقا آگاهی نداشته یا معلومات نداشته. پس چی شده؟ هزارها پرونده افغان فعلا به خاطر تثبیت هویت به سرنوشت ماندن. پس شمایی که تذکره دارین لطفا زمانی که اعتراض میکنین تذکره تان باید باشه، فرموله را مطابقت بتین، در اعتراضاتان باید ذکر کنین. بهترین رایش ای است که شما با یک شخص متخصصی که دیگر کار میکنه و می وظیفه‌اش است، مسلکش است، به تماشای تا بتانه که برایتان کمکی را انجام بده. خب اگر کدام سوال داشتین یا کدام پرسش داشتین به همگی رسیدگی نمیتونیم، ولی بازم شما میتونین در کامنت نشته کنین. با وقت فرصت انشالله ما برتان جوابش ارائه خواهد کردیم. وقت خوش. الله نگهدار.